اینجا منطقه استراحتی و سیاحی سیبریز واقع در ساحل بحر خزر است و یک از منطقه های بزرگ سیاحی، یک از موضع های بزرگ سیاحی در شهر باکو جمهوری آذربایجان به شمار می رود و ساحلی که در داخل آن در مساحت 7 کیلومتر این انشاءات بزرگ ساحل سیاحی بنیاد یافته است و در مساحت 700 هکتار آن دامن کشیده است و این در حال است که کارهای ساختمانی در دیگر انفراستراکچور ساحه در اینجا با سرعت ادامه دارد و مسئولین نقشه دارند که در آینده در این ساحل، در این بحر خزر، در میان این بحر یک چند جزیره های خرد بنیاد سازند و این حال که فصل زمستان است و هوا سرد است شماره مشتریان در اینجا کم به نظر می رسد، ولی با گفته مسئولین اینجا اما ساله در فصل تابستان شماره زیادی گردشگران از ممالک مختلف عالم برای استراحت و فراغت به اینجا تشریف می آورند و در اینجا برای بودوباش سیاحان تمام شرایط ضروری برگرفته از مهمانخانه های درجه بلند تا ویلاها و کاتج های گوناگون حجم بنیاد یافته است. برنامه ما از شهر باکوی آذربایجان ادامه دارد. بینندگان گرامی پیگیر برنامه های ما باشید و اینجا بار دیگر سپاس میnnedاری خود را برای تهیه برنامه با شرکت وطنی مرمری بیان میکنیم. ما را بیننده باشید. مرمری، لذتی حقیقی گوشت.